سلام دوستان عزیز، چطورید بچه‌ها؟ محمد لژند هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز برگشتیم با پارچ جدید GTA دوبله فارسی. اگه یادتون باشه داشتیم آماده سازی می‌کردیم واسه دزدی از یه الماس فروشی که امروز قرار بریم کارش انجام بدیم. و این کی بود داشت اینجا راه میرفت. بریم بیرون فعلا. شاید باور نکنید ولی همه فارسی حرف میزنن، خیلی باحاله. یکی از خفن ترین گیمایی که تا حالا پلی دادم به نظر من. بریم بیرون. هرچند سال 2013 بود فکر کنم داشتم پلی میدادم اینو. بریم بیرون. باید یه دونه ماشین نیروهای ویژه رو بدزدیم. این HS رو دیدید؟ بریم اون HS رو پیدا کنیم. اشکال نداره، بمیر. وایسا، این صدا رو میشنوی؟ این همونه بچه ها، باید بیفتیم دنبالش. LPD هن، نمیدونم چی PD هن. وایسا، نگاه برو بابا، اینجا باید بشه. یه هیت شات بهش زدم مشتی. برو ببین از تو اینجا رد میشه؟ نه میخوره ولی رد نمیشه. بیا بیرون. هیت شات مشتی. تو رو جون عمت بدو. الان پلیس ها میان بالا سرمون دهنمون سرویس میکنم. بدو کالاف موبایل شدیم یا بدو. گازشو بگیر برو. هلیکوپتر ما رو پیدا کنه دهنمون سرویسه. تو رو جون عمت برو فقط. ای خدا، ماشینش آهسته میره. من چجوری از دست اینو فرار کنم؟ باید مپر رو کلا نگاه کنم. آخشون میام از انبار لستر. چه ماشینی رو دزدیدم. لستر زنگ بزن ببینیم چی میگی. هرچه خودمون به لستر زنگ زدم. ترتیب تفنگا رو دادم. پس دیگه تمومه. وقتی سرقت آماده انجام دادن شد خبرت میکنم. حالا ذخیره‌شم کردم. بریم واسه سرقت. خیلی خوب. از اینکه تو این عملیات شرکت کردید ممنونم. همه حرفه‌ای هستیم و کاربلد. طبق نقشه سری میریم تو، سری هم میایم بیرون. اگر کسی گیر افتاد، ملاقاتی رخ نداده، همدیگرم نمیشناسیم. حله؟ ما یه بار نقشه رو با دقت بررسی کردیم. چیز پیچیده تری در نظر داشتیم ولی خب با توجه به محل، ضعف کارکنان و نقطه خروج بدون شک نقشه ساده تر بهتر جواب میده. حک میکنیم، دزدگی رو از کار میندازیم، صاف از در جلو میریم تو. نگهبان باید سمت چپ باشه. وقتی خل سلاحش کردیم 50 ثانیه بعد میاید اونجا. میخوام فشار زیادی روی کارمندا باشه تا همشون خیلی سریع آروم شن. زمانی که ما داریم ویترینا رو خالی میکنیم یه نفر حواسش باید به جمعیت باشه. تو 90 ثانیه میریم و میایم. خیلی خوب فرانکلین، فرار با توه. منم پیاده میرم. سوال؟ موفق باشید بچه. بزن بریم. خب بچه ها قراره بریم دزدی. آخرش فرانکلین، راننده تویی. باشه بیا بریم. من خودم رانندگی تو خونم اصلا. بیا بریم. این از داشتمون ماشین خوشچله. پس اون ماشینی دیگه رو چیکار می‌خواستیم بکنیم دزدیدیمش؟ اون فکر کنم فقط اسلحه توش بود. کت چروالی ها رو نگاه کن، اصلا مشتی ها دزدی هاشون هم خفنه. بزن بریم. بیزن. خیلی خوب گوش کنید. ما 4 تا توی این ون قراره توی یه جرم سنگین با هم شریک بشیم. پس باید بتونم با تمام زندگیم، آزادی و اعتبارم بهتون اعتماد کنم. خلافش هم صادقه. یه گروه تنها وقتی موفق میشه، تنها وقتی که اعتماد باشه. پس برای داشتن همچین رابطه‌ای، اونم تو زمان کمی که داریم، بذارید خودم رو معرفی کنم. من مایکلم،
قبلا هم از این کارو کردم، بیشتر از چند بار. با این کار پول خوبی به جیب زدم، اونقدری که واسه مدت زیادی استراحت کنم. نیازی به گفتنش نیست، ولی آدمای زیادی پشتم. اگر کسی درباره من یا هر کدوم از شما چیزی بگه، به خدمتش رسیده میشه. فهمیدید؟ خوبه. خیلی خوب فران، تو شروع کن. خب من فرانکلینم و امو تو فرانک اینجور سرقت‌های حرفه‌ای تازه کار. قبلا کارهای آسان‌تر انجام میدادم، مثل فروش مواد، ماشین دزدی، شهرخری، تا اینکه با این رفیقمون مایکل آشنا شدم و وارد این بازی‌ها شدم. خیلی خوب. بعدی کیه؟ خیلی خوب. ایشون ادیتوه، ویترینا رو خالی میکنه و مسئول فراره. چند تا موتورم برامون گرفته. همگی بدونید که اون خیلی کار بلده. میام از این. بله مشکلی نداره. یک ذره مونده برسیم. نکن داداش، چرا بلد نیستیم با ماشین را بریم؟ بزنید بریم. بزنید بریم بچه ها. ماشین چقدر باله. برو موتورا رو بیار. بریم. M4A1 هم دستشونه بچه ها. خانم آقایون، اولین اشتباه آخرین اشتباه است. پس لطفا نذارید تیرای تفنگمو برای شما هدر بدم روی زمین. حالا برید 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 برید. این یک سرقت مسلحانه است. 300,000 دلار. ثانیه عالیه، به خاطر همین بهت پول میدم. با خوبه. همچین فرصتی باید بتونیم کل ویترینا رو خالی کنیم. 1,000,000 دلار. 1,600,000 دلار. عالیه، تا قرون آخر بزن. شب میگیری. ما چقدر پول دزدیدیم؟ 2,000,000 دلار؟ نه 2 میلیون. بیشترشو برداشتیم. بزن ما بقیه میخوام بدزدیم. عالیه پسر، آفرین، به خاطر همین بهت پول میدم. بزن 2,283,000 دلار. آفرین آفرین. 2,700,000 دلار. آفرین، به خاطر همین بهت پول میدم. شو 3 میلیون دلار. خیلی خوب، به هدف رسیدیم. هنوز وقت هست، ادامه بدید. راه بیافتید. 40 ثانیه. حل ما چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. اینم بزن. دیگه چیزی نمونده. بزن بریم. بودو بریم ولش کن. پول دیگه 4-5 میلیون دلار دزدیدیم. آخر میگم حرکت کن. گم شو بابا. در روز 1000 تا چیز یادت میره. مطمئن باشینم یکی از اوناست. تو رودخونه میبینمت. برو. بزن بریم. نزدیک 5 میلیون دلار دزدیدیم. 5 میلیون دلار میدونی چقدر میشه؟ هر 1 میلیون دلار چند؟ 72 میلیارد تومان میشه. اصلا ریاسیم یه لحظه نابود شد. 72 میلیارد. اونم زرد داره 5 بکنید. اصلا این بیچاره رو نگاه زنان کلا فقط زنان دارن از جیغ میزنن. نه الدنگ دست و پا چلفتی. نرو خوری دیوار. نرسی. بزنید بریم بچه ها. موتوکراس هم دستشونه. اینجا گیر کردم دیگه گیر نمی کنیم. یک بار دیگه. خیلی پول دزدیدیم. نزدیک یه عالمه. 5 میلیون دلار. فکر کردم بهش هم باحاله. میتونم راحت اینا رو بکشم ها. یه توی دزدی. چرا ما به کجا متوجه شده ما تو اونجاییم؟ همون پلیسه بود تا گفت نگران نباشید خوشگل پسرو، این با ما.
فقط یه مش احمقی. همه رو ترکوندم. خودتو بزن بریم اون بر. تا عمو مایکل اینجاست شما مشکلی ندارید. بدون بارد چه قرتی. بزرگترین سرقت فعلا انجام دادیم. نخورم به این بیچاره قطارو. عجب مرحله یا نقطه خروجمون جلومونه. پیاده شو. یالا وقتشه. اینم از این. بودو بریم. باید از منطقه‌ای که هست خارج بشیم. غروب آفتاب رو نگاه کن چقدر خوشگله. لعنتی فکر میکردم قراره رو همون موتور کرکمو بکنه، ولی من فکر میکردم زیر ماشین پلیسا له میشی. من هر روزم باورم نمیشه با طلاها در رفته باشه. به نظر در رفتیم؟ میدونی چیه؟ آره در رفتیم. وای خدای من. آره ایوان. برو مردک چاق. سرقت خوبی بود بالاخره بعد مدت‌ها. اینم از این. یه سرقت ترتمیز با داش احمد لژندتون خدا وکیلی همه رو زدید ترکوندید. خیلی خوب بچه‌ها باید جدا شیم. اونا الان دنبال یه گروهن. الماسا که فروخته شد سهمتون رو میریزن. اوضاع بدجوری به هم ریخت. حالا چی میشه؟ زود از اینجا برید، مراقب باشید. اونجا واقعا کارت خوب بود پسر. بهت چی گفتم لستر ها؟ خیلی خوب بچه‌ها وقت رفتنه. هی فرانکلین من و لستر یه سری کارا داریم که باید بهشون برسیم. وقت کردی یه سر بیا خونم تا جشن بگیریم. خب حتما. ایوان. ایول عجب دوزی زدیم. 5 میلیون دلار. از که 30% هم 40% هم اصلا این بچهای دیگه بود 3 نفر دیگه. احتمالاً 2 میلیون دلارش به من و مایکل و فرانک برسه. من و مایکل و فرانک به مایکل و فرانک برسه. حله. بریم مرحله بعد. اومدن کفش فروشی. اونجا چه کار میکنید؟ که الان چقدر پول داری فهمیدی؟ این که الان تو پول میلیونی هم هیچ اهمیتی برام نداره. میدونم برات مهم نیست عزیزم، ولی حداقل بذار یه بار ببینمت دیگه. تو کجایی؟ الان تو کلوپی؟ خواهش میکنم فرانکلین یکم بزرگ شو. چه بازش کرده عزیزم بود. من باید برم. این یوتیوب میزنه ما رو چیز میکنه بچه اینجا باشه. کم رنگ میکنن چه بلور میکنن نبینید. خدا که یوتیوب میزنه دهن ما رو سرویس میکنه. همین چنل هم داریم باید خداحافظی کنیم. بود بیرون خطریه. در خروج کجاست؟ سلام خداحافظ باید بگم مثلا. این از ماشین خوشگل ما. اینم از کفش فروشی. بچه‌ها دم تک تکتون گرم ویدیو رو تا الان نگاه کردید. خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم. حتما ویدیو رو لایک کنید که پارت بعدی هم زودی واسهتون آماده بکنم. بازم بهتون میگم خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم. فعلا تا ویدیو آینده خداحافظ.